تا حالا به این فکر کردین که چطوری یه آرایشگر میتونه تو سطح ایران و چه بسا توی دنیا خیلی خیلی معروف و مشهور بشه و از طریق اینستاگرام به فالوورهای میلیونی برسه و کل آدمهایی که توی اون صنعت دارن کار میکنن بشناسنش؟ تکنیکایی رو می‌خوایم توی این سری از ویدیوها با هم دیگه بررسی بکنیم که دلایل موفقیت آدم‌های معروف، البته آرایشگرهای معروف ایرانی چی بوده. تو قسمت اول به سراغ عاطفه کبیری، یکی از شینیونکارهای معروف ایرانی رفتیم ببینیم راز موفقیتش چی بوده و چطوری اینستاگرام تونسته بهش کمک بکنه. پس اگر میخواین این ویدیو رو تا انتها ببینید، همین الان اول کانال من رو سابسکرایب بکنید، برگردین تا ادامه ویدیو رو با هم دیگه شروع بکنیم. سلام علیکم، خوش اومدین. من وحید کیوانی ام و اینجا در بیوتی الیتس، آکادمی نخبگان زیبایی ایران، قراره که با همدیگه بررسی بکنیم رازهای موفقیت نخبگان زیبایی ایران رو که چطوری تونستن به درآمدهای بالا، فروشهای بالا و از همه مهمتر معروفیت و گرفتن فالوورهای خیلی خیلی بالاتری با همدیگه دلایلشون رو می‌خوایم بررسی بکنیم. من وحید کیوانی، مارکتینگ استراتژیست صنعت زیبایی ام و اگر احیانا تا الان با من آشنا نبودید، میتونید در صفحه اینستاگرام و البته در کانال یوتیوب من رو دنبال بکنید، چون نکاتی که میگم برای اولین بار هست در ایران کسی داره بهش میپردازه. خب شاید اسم شینیون اگر توی ایران بیاد و در واقع صنعت حداقل مود توی لاین در واقع زیبایی ایران، قطعا اسم عاطفه کبیری، کسی که یک پیج 2.5 میلیون نفری داره، پیجی که الان ما داریم در حال حاضر بررسیش میکنیم، بیش از 2.5 میلیون نفر قطعا فالوورش هست. و نکته حائز اهمیت و خیلی خیلی مهم در مورد عاطفه کبیری اینه که ما توی در واقع یه بررسی اولیه که نسبت به صفحش انجام دادیم، اینگیجمنت ریت یا نرخ تعامل مخاطبینش با پیجش بیش از 41%، یعنی بیش از 40% بودن، 41%، در حالی که این آمار میانگین برای صفحه های بالای 1 میلیون نفر خود سایت آنالیز کننده داره میگه که باید اولش مثلا 3% باشه، یعنی بیش از 10-20 برابر حد نرمالش الان پیج عاطفه کبیری در واقع تعامل داره. و دلیل این همه محبوبیت و دلیل اینکه آدم‌ها اینقدر باهاش ارتباط خوبی گرفتن رو می‌خوایم توی در واقع این صفحه با هم بررسی بکنیم. خب ببین، یه پیج اینستاگرام خوب یه سری اصول و قاعده خاصی خودشو داره که کاملا نه تنها داره رعایت میکنه عاطفه کبیری، بلکه فراتر از اون هم خیلی وقتا ظاهر میشه، توقعات رو بالاتر میبره و کاملا یک لیدر و رهبر در بازار خودش به حساب میاد. اما چطوری میشه به این نقطه رسید و چه تکنیکایی توی این پیج در واقع داره استفاده میشه؟ یکی این که شما چه فارسی سرچ بکنی چه انگلیسی سرچ بکنی، به راحتی میتونی این پیج رو پیدا بکنی، چون توی این قسمت در واقع نیمی که فارسی نوشته عاطفه کبیری و چه توی در واقع نیم و یوزر نیمش به انگلیسی، شما به راحتی میتونی این پیج رو پیدا بکنی. بعد از اینکه در واقع وارد این صفحه میشی، نکته حائز اهمیتی که اینجا براش خیلی مهمه، خب الان عاطفه کبیری کسی هستش که توی خیلی از کشورها ورکشاپ برگزار کرده، خیلی از آدم‌های جهان توی این صنعت میشناسنش، پس طبیعیه که بایوگرافیش رو و بایو پیجش رو اومده و در واقع انگلیسی نوشته برای اینکه بتونه ارتباط بهتری رو بگیره. نکته دیگه‌ای که اینجا در واقع به چشم میخوره و شما به محض اینکه وارد صفحه این آدم میشی، یک فردی که اگر میخواد به دنبال یک برند شخصی هست و میخواد یه برند شخصی بسازه، ناخودآگاه چهرهش، کاراکترش، نوع پوششش، نوع بیانش، نوع حرف زدنش و نوع رفتارش یکی از مهمترین چیزها و نکات ارتباطی که میتونه با مخاطبش در واقع بیاد و انجام بده. یعنی من وحید کیوانی الان اگه دارم با شما صحبت میکنم، خب نمیتونم اگر میخوام برند خودم رو بسازم صرفا چهرم نباشه و شاید با صدا بیام این کارو انجام بدم. خیلی خیلی نکته مهمیه که اون فردی که داره در واقع یه آموزشی رو میده، یه کاری رو داره انجام میده، تا حد زیادی بتونه خودش هم جلوی دوربین بیاد و این کارو انجام بده. پس نکته اول حضور خود این شخص، فردش، و از همه مهمتر حالا این آدم یک نوع صدا داره. شما احتمالاً اگه عاطفه کبیری رو به یاد بیارید، اون صدای دورگه این آدم شاید تو ذهن شما هست، پس این یه کاراکتره، یه نوع در واقع آیتمیه که تو ذهن شما میشینه و یکی از المان‌های برند، نوع پوششش. و در ادامه حالا ایشون اومده چیکار کرده، بیایم از پایین‌تر یه ذره صفحش رو بررسی بکنیم و ببینیم که قصه از چه قراره. یه نکته که خیلی خیلی جذابش میکنه اینه که برخلاف شاید آن چیزی که در ورکشاپ‌های ما باب شده بود که مثلا 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر دارن انجام میده، توی یه فضای خیلی بزرگتر این تعداد نفراتی که توی ورکشاپ‌هاش دارن شرکت میکنن رو خیلی بیشتر به رخ کشید. حالا چرا ما نمیتونیم تعداد ورکشاپ های بیشتری برگزار بکنیم؟ چون سیستم و شاید در واقع پیشفرض لازم رو برای اون برگزاری ورکشاپ نداریم. یعنی دستیارهامون، فضایی که باید برگزار باشه،
شاید جایی که در واقع لوکیشنی که بتونه بهمون مثلا آینه های خاصش رو بده که آدما بتونن راجعش کار بکنن و خیلی از موارد از این دست وقتی که وجود نداره، پس طبیعتا ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. خب و این آدم اومد چیکار کرد؟ اومد توی در واقع لاین های در واقع تو تعداد بزرگتر این کارو انجام داد که میتونست خیلی جلب توجه کنه. یه نکته مهم دیگه که داره اینه که هارمونی رنگی ایجاد کرده. حالا من فکر می‌کردم که رنگش شاید ثابت داشته باشه، ولی نه. مثلا یه بار الان توی این یکی از ورکشاپاش داره مثلا یه آبی کم رنگ تور مثلا استفاده میکنه. آره مثلا بعد حالا اومده ست کرده دیگه، مثلا اون گلی هم که اون رو سفارش داده مناسب با دقیقا مثلا همون رنگه بوده، یعنی به جزئیات خیلی خیلی خوب داره توجه میکنه. و مثلا نکته بعدی که هست دوباره رنگ قرمز که مثلا حالا اینجا اومده کت خودش رو مثلا با آدمو ست کرد. میدونی این جزئیات چیز میشه دیگه، باعث میشه تو ذهنت خیلی بیشتر جا بندازه. یا دوباره مثلا ببین آفتابگردون آورده و مثلا بچه ها و حالا رنگایی که دارن در واقع شالهایی که سر کردن. بعد چجوری شده اینا رو اومده طبقه بندی کرده. مثلا اینو گفته که گروه آموزشی 0 تا 100، بعد اینا اومده گفته که آموزش تخصصی، یعنی احتمالاً مثلا مثل چه میدونم تکواندو مثلا که کمربند قرمز میدن یا همچین چیزایی، مثلا هرچی میره بالاتر مثلا قرمز، بعدی مثلا مشکی و یه همچین اتفاقی میفته. یه نکته خیلی خیلی مهمی که عاطفه کبیری به شدت در واقع ازش داره تبعیت میکنه و به شدت هم توش موفق بوده اینه که کارهایی رو انجام میده که مخاطب اصلا انتظارشون نداره. یعنی مثلا کی فکرش میکنه مثلا تو شینیون مثلا سر یه آدم بیاد و مثلا چه میدونم مثلا یه کبوتر و پرنده و اینا بذاره، یا مثلا بخواد یه سبک از ویدیوهایی رو بیاره که کسی باورش نمیشه. اساس جذابیت‌های بصری باید کار بکنی. جذابیت بصری مثل چی؟ مثلا خیلی وقتا شاید چه میدونم پاستیل و آلوچه و چیزایی که دخترای مثلا تینیج خیلی بهش علاقه دارن یا قشر مخاطب شما میتونه در واقع بهش کمک بکنه. یه سبک ویدیوهای دیگه که خیلی در واقع توی کار عاطفه کبیری هست اینه که اخیراً مثلا یه دونه کار رو نگاه بکنی، اینو اومد اول زد توی سالن خودش که اومد برج ایفل رو زد، نمونه کار زد. البته این همون مدل میکنه، این بنده خدا رنگساز میکنن واسش. بعد میاد چیکار میکنه؟ این در واقع کارو که زد، نمونه رو که زد، یهو برگشت گفتش که حیف اینو اینجا مثلا بگیرم و پاشد رفت پاریس مثلا زیر برج ایفل، اونجا هم یه ویدیو گرفت مثلا خود این قضیه اصلا درگاه در لحظه وقتی کار انجام بده خیلی خفره. حالا این دوباره همون تکنیک فرآیند یه کار غیر قابل باور همینجا داره واچ تایم میگیره برای اینکه نگاه کنیم تا آخرش چه اتفاقی میفته. و البته تو عاطفه کبیری چند و این نمونه کاری که به شدت میتونه جذاب باشه و آدم‌ها میان ببین آخرش هم که اومد فرار زد خواست یه در واقع به رخ بکشه و کارا خیلی حرفه‌ای‌تر نشون بده. بعد اومد چیکار کرد؟ شروع کرد در واقع همینو برداشت برد کنار ایفل این کارو ویدیوشو گرفت. یه نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که به شدت ویدیوها دوباره خارج از فضایی که همیشه تا الان آدم‌ها دیدن، یعنی اگر شما تا الان همه ویدیوها تو سالن این فضا بوده بدون اینکه اصلا چهره طرف مشخص باشه، ببر توی دشتی، کمنی، توی نمیدونم لب دریایی، تو باقی، جایی که دارید حالا مشکل سازم براتون نشه بدون چهرهش، نمونه کارا رو اونجا انجام بدید تا حدی که خود این قضیه میتونه هم به اینستاگرام یه فرکانس متفاوتی رو بده. خب قطعا این پست یا اتفاقی که برای خود پیجش میتونه بیفته اینه که اون المان در واقع برج ایفل رو یا مثلا هر المان طبیعت رو میتونه تشخیص بده و به شدت بهتون کمک میکنه. یه چیز ثابتی که الان من دارم تو لباساش میبینم اینه که خیلی از خانم ها درگیرشن نوع لباسه. یعنی ما تو پیج هر کدوم از خانم‌های آرایشگر که میریم یه روز زرد، یه روز سبز، یه روز قرمز، یه روز آبی و هر روز درگیر یه لباسن، هر روز درگیر یه نوع میکاپن، هر روز درگیر این که الان کرلی بکنم یا نکنم، الان مثلا صاف بکنم یا نکنم. و این موضوع یکی از اون پرفکشنیسم یا اون ایدئالگراییه که باعث میشه شما هیچ وقت ویدیو تولید نکنی. یه آدمی با 2.5 میلیون فالوور
در سطح یک کشور و جهان خیلی راحت یه لباس ثابت داره میفروشه. این درس بزرگیه که ما باید از ایشون بگیریم و اتفاقیه که خیلیاتون بهش توجه نمی‌کنید. یعنی همه درگیر اینیم که خب امروز الان چی بپوشم، ولی نگاه بکنی دو تا رنگ برای خودش انتخاب کردم، یا کل لباسای من یا سفیده یا کل لباسای من مشکیه. حالا درگیر این که مثلا اینو من از فلان برند مثلا گوچی حتما سفارش بدم دیگه خیلی نیست و این قضیه ها رو داره بهش رعایت میکنه که همین قضیه کارو براش خیلی خیلی راحت تر میکنه، چیزی که خیلی از حداقل بچه‌ها و دانشجوهای خود من باهاش درگیر بودن. حالا دیگه سمینارها و کارهایی که برگزار کرده، سبک لباس‌ها و چیزی که اگه جایی به بعد خیلی خیلی در واقع توی بین شیرینی‌کارهای ایرانی جذاب شد، شاید اون اتفاق لوکس بودنه و حالا اون کلمه لاکچری بودنه، لاکچری بودنه برای خانم‌های آرایشگر ما بود که قطعاً بدون زحمت هیچ کدوم اینها به دست نمیاد و اتفاق نمیفته. اما مهمترین چیزی که اینجا فکر میکنم که خود شما هم بهش پذیرفتید و بهش رسیدید اینه که قطعاً عاطفه کبیری یکی از مهمترین نقاط قوتش همچین سوشیال بودنش و اجتماعی بودنش در فضای اینستاگرامشه. یعنی شما اگر یک اینستاگرام قدرتمند میخواید، برای خیلیاتون شاید سالن‌های بزرگی رو دارید، خیلیاتون شاید روزانه هنرجوهای مختلفی رو دارید، اما اونقدری که مثلا عاطفه کبیری حاضره یهو بلند شه بره تا پاریس یه ویدیو بگیره، خب قطعا حتی شاید برای این آدم تو این لول هم کم هزینه نیست تو یهویی پا شدن رفتن و یه تیم با خودت بردن و برگردوندن و هماهنگی اونجاشو اینا یه هزینه قابل قبولیه. شاید حتی شما تو اون لول هم که باشی برگردی بگی خب چه کاری الان اینو گرفتم ویدیوشو دیگه، ولی وقتی که میاد و هزینه میکنه یهو پا میشه میره پاریس برمیگرده میاد، خب این یعنی این که این آدم چقدر داره اهمیت میده به کار در واقع اینستاگرامش و تولید محتوا براش اهمیت داره، کاری که شاید خیلی از شما اولویت صدامتونه. یعنی مثلا سقف سالن درست میشه، دیواراش درست میشه، دستگاه‌ها درست میشه، همه اینا تازه اگه یه پولیمون حالا میریم یه مثلا گوشی خوب میخریم، یه محتوای خوبی تولید میکنیم، یا یه وقتی هم اگه موند در مورد حالا پیجمون هم یه سری کارها رو شروع میکنیم به انجام دادن و حالا این سبک کارها. اما در کل این چیز نکاتی که گفتم شاید اصلی ترین و مهمترین نکاتیه که در واقع عاطفه کبیری به خوبی داره توی پیجش رعایت میکنه. البته که نکات خیلی خیلی میتونه باشه، مثلا این پستش که حالا سعی میکنه که گاهن مثلا چه میدونم با مو بیاد یه لباسی رو بدوزه یا مثلا کار اینجوری انجام بده، یا مثلا اگه یادتون باشه یه تایمی چرخ خیاطی چند وقت پیش خیلی ترند شده بود توی اینستاگرام، چقدر این آدم روش اومده اون المانی که اینستاگرام روش حساس بود رو آورده اضافه کرده، بعد دقیقاً میاد بر اساس این حالا آبجکت اول چرخ خیاطی و خود شما برای جذاب دیگه ببینید این آدم آبجکت و اون شیء اشیا اضافه کرده کمک بکنه. و نکته بعدی مثلا اینی که بفرست واسه هر کسی که گربه داره بعد اومده مثلا یه گربه داره، خب واقعا جذابه دیگه، که حالا کپشن های خیلی مختصر، ولی شماها پیجاتون چون کمتره اینقدر خلاصه کپشن ننویسید، توی حالا این برندینگ اینجوری خیلی طبیعی تره، خیلی منطقی تره که این کار انجام بدیم. میخوام بگم که اگر میخوایم برند بشیم باید تو ذهن آدم ها موندگار بشیم، نه به هر قیمتی. اصلا موافق کلیپ های فان و نمیدونم ویو های الکی و اینها نیستم. یک برند یه تعریفی داره از نظر من و اگر بخوایم این آیتم ها رو شما هر کدوم که از دستتون برمیاد و اجرا بکنید، به شدت میتونه توی در واقع برندسازی خود شما حداقل کمک بکنه. بعدم نمیاد یه سری به استوریاش هم بزنیم. البته که خیلی هایلایت داره و توی سبکای مختلف ببین مثلا رفته چون داره انگور، مثلا باغ انگور رفته و اینا گاهن داره انجام میده. خیلی ها مثلا تا میگی که از لایف استایل بذار، میگه نه من اگه بذارم مثلا فلان میشه و بیسار میشه. یعنی قضاوتای بی خدا، برای اینکه شاید خیلی هم لایف استایل سالمی نداریم که قابل گذاشتن باشه. موضوع بعدیش نیست مثلا الان داره میره تو شهر داره میچرخه یا کار دیگه داره انجام میده، قطعا همه اینا برای اون مخاطباش هم جذابه و خیلی ها دوست دارن که این سفر رو ما هم بتونیم بریم. توی هایلایتاش در مورد حالا کشورهای مختلف، سفرهای مختلف، ایران و حالا دیگه الان نشونه، ولی عموما من همیشه پیشنهاد میکنم شما اگه میخواین هایلایت داشته باشین نمونه کارات باشه، راه ارتباطی باشه، رضایت مشتریات باشه، تفاوتت با بقیه باشه توی هایلایتات که بتونن باهات ارتباط بگیرن. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه علاقه دارید به دنیای آرایشگری، اگه آرایشگر هستید و میخواید که با اخبار، اطلاعات و نمونه پیج‌های این چنینی رو بیشتر با هم بررسی بکنیم، پیشنهاد میکنم حتما
چنل یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید. نظراتتون رو توی کامنت ها میتونید برای من بنویسید. زنگوله هم اگر روشن بکنید به محض اینکه ویدیو در واقع منتشر بشه میتونید ازش مطلع بشید، چون که حالا یه سری باگ ها داره، ممکن سابسکرایبتون گاهن برداشته بشه و اینها. پس پیشنهاد میکنم که هم سابسکرایب داشته باشین، هم زنگوله رو روشن بکنید که ویدیوها براتون نمایش داده بشه. پیج اینستاگرام من رو اگر ندارید حتما دنبال بکنید. نکات آموزشی خیلی بیشتر و دقیق‌تری توی صفحه اینستاگرامم بهتون اونجا آموزش میدم و من وحید کیوانی خیلی خوشحالم از اینکه در این اپیزود از بیوتی الیتس آکادمی نخبگان زیبایی ایران با من همراه بودین. ایام به کامتون باشه. فعلا خداحافظ.